آوتفیت قشنگیه یا فقط چون لاغره بهش میاد؟ اگه این آوتفیت به من بیاد واقعا ذوق میکنم. فقط به 2-3 تا آیتم احتیاج داره، پس برو بریم. به عنوان دامن این دوتا رو در نظر گرفتم، ولی این چون خیلی کوچولو بود گذاشتمش کنار. برای بالا تنه این شومیز رو انتخاب کردم و چون یقش باز بود بعضیش بیکینی میپوشیدم که البته وایب ساحلی بودنم بده. میخواستم رنگی بپوشم ولی به خاطر طرح شالم دیگه مشکی انتخاب کردم. اینجوری گره زدم ولی میدونی یه جوری بود، راحت نبودم توش. در کل یه شیپ عجیبی بهم داده بود که دوستش نداشتم، پس تصمیم گرفتم ورژن مید سایزش رو درست کنم. اول همینجوری پیچیدم دور خودم، بعد دیدم که نداره، خوشم میاد. فقط باید یه ذره کوتاه‌تر میشد که اوکی شد به نظرم. از یه پین کوچولو استفاده کردم که به هم وصلشون کنم. یه ذره آوردمش گوشه‌تر که قشنگ‌تر بمونه. میبینی خوشگل میشه اینجوری. چون شکاف دامنم اینورم بود دیگه سرشونه رو آوردم اینوری که یه شیپ جیگری بده. و البته اکسسوری کیف و کلاه هم رافیای خاکی انتخاب کردم که تو همین توناژ رنگی بمونه. بوی نارگیل کمه فقط. در کل بخوایم در نظر بگیریم شبیه ورژن اصلیش نشد، ولی اینم به نظرم خیلی جیگره. پس بوس بهتون.